أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقینا کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند و نماز را برپا کردند و زکات را ادا کردند، اجر و پاداش و ثواب آنها در نزد پروردگارشان است، در روزی که نه ترس و بیم بر آنهاست و نه آنها غمگین می شوند. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز و ارجمند، در قسمت 113 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی خدمت شما عزیزان هستم و این قسمتی از برنامه را با بیان احکام و آداب و سنت ها و آداب باب جدیدی از ابواب احکام فقهی حدیثی شروع میکنیم که او باب یا ابواب زکات هست. بعد از اینکه در سلسله از قسمت ها احکام و آداب و مسائل ابواب نماز را در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کردم و ان شاء الله تعالی در این قسمت و در قسمت های آینده احکام و آداب و مسائلی که متعلق به زکات می شود که رکن سومی از ارکان اسلام است در پرتوی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهم کرد و در این قسمتی از برنامه در مورد تعریف زکات و حکم زکات و همچنین حکمت از مشروعیت زکات و جایگاه و مکانت زکات در اسلام، در شریعت اسلامی، اینها را در این قسمتی از برنامه خدمت شما بیان خواهم کرد. در مورد تعریف زکات، زکات در لغت عربی به معنای نمو یا زیادتی و همچنین به معنای برکت و به معنای طهارت می آید، چون دادن زکات مال را پاک می سازد از چتلی ها، از غش، از فریبکاری هایی که در تجارت صورت می گیرد، در جمع اموال صورت می گیرد، از آن چیزها مال را پاک می سازد و همچنین در مال برکت می اندازد و مال را زیاد میکند. ما نقص مال من صدقه، هیچ مالی از دادن صدقه کم نمی شود، بلکه مال با دادن صدقه و زکات در او برکت می افتد و مال زیاد می شود، نه اینکه کم می شود و همچنین مال را پاک میکند و همچنین نفس انسان را از چتلی های غش و از چتلی های بخل و از چتلی های گناه پاک میکند. زکات نفس همچنانی که مال را پاک میکند، نفس انسان را هم پاک میکند و در ثواب و اجر انسان می افزاید، ثواب و اجر انسان را در نزد پروردگارش زیاد میکند. لذا زکات را در شریعت اسلامی زکات گفته شده، چون به معنای طهارت و پاکی و نمو و زیادتی و همچنین به معنای برکت می آید. و در اصطلاح شرعی علما زکات را چنین تعریف کردند که مقدار مخصوص فی مال مخصوص لطائفه مخصوصه. مراد زکات یک مقدار معینی از مال است که برای طائفه و برای یک گروه خاصی که خداوند متعال آنها را تعیین کرد، برای آنها در اوقات معینی داده می شود. و زکات وقتی که اطلاق می شود به معنای زکات فرضی است و صدقه، کلمه صدقه هم برای صدقه نفلی اطلاق می شود و هم برای صدقه فرضی و در قرآن کریم برای صدقه فرضی هم آمده که در آیه مبارکه خداوند متعال می فرماید: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. تو از مال آنها زکات را بگیر، از مال مسلمان ها زکات مال آنها را به دست آور، بگیر. در اینجا صدقه به معنای زکات آمده است. و همچنین در حدیث شریف که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای معاذ رضی الله عنه فرمودند که فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اموالهم تؤخذ من اغنیائهم. برای اهل یمن تو بفهمون که الله متعال بعد از اینکه به شهادتین نطق کردن و نماز را به جا آوردن، رکن سوم این است که در مالهای آنها زکات فرضی را تعیین کرده که از اغنیای آنها، از
مالدارهای آنها گرفته می شود و به فقرای آنها داده می شود. در اینجا هم صدقه به معنای زکات فرضی آمده و در بعض جاها صدقه به معنای صدقات نفلی هم می آید، اما زکات وقتی که اطلاق می شود به معنای زکات فرضی هست و به معنای زکات نفس هم در قرآن کریم آمده. در آیه که خداوند متعال می فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. هر آینه راستگار شد کسی که نفس خود را پاک کرد. در اینجا به معنای زکات نفس است، یعنی پاک کردن نفس از چتلی های شرک و گناه و معاصی. و در مورد حکم زکات به اتفاق علما و به اجماع علمای امت اسلامی زکات رکنی از ارکان پنجگانه اسلام هست و رکن سومی از ارکان پنجگانه است، چون بنای اسلامی یا اسلام بر بالای 5 رکن استوار است که او کلمه شهادت است و خواندن نماز است و دادن زکات است و گرفتن روزه ماه مبارک رمضان است و حج بیت الله است. پس رکن سومی از ارکان شریعت اسلامی دادن زکات هست. حدیث متفق علیه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بنی الاسلام علی 5 شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که اسلام بر بالای 5 چیز استوار هست. اول کلمه شهادت، گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، دوم برپا کردن نماز، سوم دادن زکات، چهارم روزه ماه مبارک رمضان و پنجم حج بیت الله، کسی که استطاعت رفتن به مکه مکرمه برای ادای حج را داشته باشد. و کسی که منکر زکات، پس دادن زکات امر واجبی و عینی هست، واجب عینی هست بر کسی که قادر بر زکات دادن زکات بوده باشد باید زکات مال خود را بدهد و کسی که از این رکن از ارکان اسلام منکر می شود منکر آن کافر است و کسی که منکر نمی شود اما زکات مال خود را نمی دهد او گناهگار است و ولی امر مسلمان ها، خلیفه مسلمان ها حق دارد که به زور آن را از نزد اغنیا بگیرد و اگر ندادن هم حتی منجر به جنگیدن با آنها شود. ولی امر مسلمان این حق را دارد، همچنانه که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که به خلافت رسیدن عده از مسلمان ها از دادن زکات ابا ورزیدند و گفتند که ما زکات را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میدادیم، الان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردن ما به شما نمیدهیم، با وجود که کلمه شهادت میخواندن، با وجود که اقرار به فرضیت زکات داشتن، لیکن از دادن از آن ابا ورزیدن. حضرت ابوبکر با آنها هم جنگید، همچنانه که با اهل ردت جنگید با آنها هم جنگید. پس منکر زکات چون رکنی از ارکان اسلام است کافر هست و کسی که منکر نیست آن را نمیدهد گناهگار است و ولی امر مسلمان ها، خلیفه مسلمان حق دارد که زکات را از اغنیا به زور بگیرد و اگر ندادن هم منجر با جنگیدن با آنها شود، با زور جنگیدن باید از آنها زکات را بگیرد و به فقرای مسلمان ها بدهد. و زکات دوستان عزیز در شریعت اسلامی جایگاه والایی دارد و فضائل و مکانت بسیار بلندی دارد و از جمله فضائل و مکانت زکات در شریعت اسلامی این است که همچنان گفتیم رکن سومی از ارکان نماز است و خداوند متعال در قرآن کریم در 30 جای این رکن را ذکر کرده، در 30 آیه قرآن کریم و در بیشتر این آیات مقارن و همبسته هم جای با نماز هم آمده، چون نماز رکن بدنی است و این هم رکن مالی هست و انسان همچنانه که شریعت اسلامی همچنانه که با رکن بدنی استوار است همچنان با رکن مالی هم استوار است. با دادن با خواندن نماز انسان رکن بدنی را انجام میدهد و با دادن زکات رکن مالی را انجام میدهد. و از فضائل زکات یا مکانت و جایگاه زکات در شریعت اسلام این است که دادن زکات سبب رحمت الهی است، که با دادن زکات انسان میتواند که رحمت الله متعال را از خود کند. خداوند متعال میفرماید و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات. رحمت من هر چیز را در بر گرفته، واسع هست رحمت من و من رحمت خود را نثار کسانی میکنم که
متقی و پرهیزگار هستند و زکات اموال خود را میدهند. پس انسان غنی مالدار با دادن زکات میتواند که رحمت خدا را کسب کند و رحمت خدا را از آن خود کند و شامل رحمت الله متعال گردد. و همچنین دادن زکات سبب نصرت و تمکین مسلمان ها در روی زمین است که با دادن زکات میتونن که مسلمان ها در روی زمین در زمین تمکین و نصرت حاصل کنند. همچنان که الله متعال میفرماد الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، کسانی که ما آنها را تمکین دادیم در زمین، آنها را خلافت بخشیم در روی زمین، برای آنها ملک و پادشاهی زمین را نصیب کردیم، آنها نماز را برپا میگذارند و زکات را میدهند که با دادن زکات با برپا کردن نماز تمکین و نصرت آنها در روی زمین قوی و بیشتر میگردد. و همچنین زکات شرط اخوت در دین است که ما میگیم مسلمان ها همگی برادر هستند، برادر یکدیگر هستند و ندای اخوت را سر میدهیم. شرط ندای این اخوت این است که باید زکات را برپا بکنند. اگر مسلمان ها زکات را ندهند این اخوت و این همبستگی مفهوم و معنای ندارد. الله متعال میفرماد فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین، اگر آنها توبه کنند، نماز را برپا کنند و زکات را بدهند، در آن صورت برادرای شما هستند. برادرای دینی شما در وقت آنها میشوند که نماز بخوانند و زکات بدهند. اگر شخصی نماز نخواند، زکات نداد، او برادر دینی شما شده نمیتواند. کسی برادر دینی شماست که کسی را شما برادر دینی گفته میتونه که او نماز میخواند و زکات میدهد. و همچنین زکات یک صفتی از صفات مجتمع مسلمان هاست. مجتمع اسلامی دارای ویژگی ها و صفات و ممیزات می باشد. یکی از صفات و ویژگی ها و ممیزات مهم مجتمع اسلامی این است که باید اغنیای آنها، پولدارهای آنها، کسایی که الله متعال نعمت پول و دارایی را نصیب آنها کرده، زکات مال خود را بیرون کنند و برای فقرا و مساکین این مجتمع اسلامی بپردازند. الله متعال میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. مردان مسلمان و زنهای مسلمان بعضی آنها ولی و دوست بعض هستند. مسلمان ها، مردها و زنها باید یکدیگر خود را دوست و ولی بگیرند. یک دوست و ولی یکدیگر هستند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یکدیگر را امر بالمعروف میکنند و نهی از منکر میکنند و نماز را برپا میکنند و زکات را میپردازند. پس مجتمع مسلمان، یک مجتمع را ما در صورت اجتماع اسلامی یا مجتمع مسلمانی گفته میشیم که او باید امر بالمعروف بوده باشد و نهی از منکر بوده باشد و مردم نماز را با جماعت برپا کنند و زکات را بدهند. وقتی که این صفات در یک مجتمع اسلامی ما یافتیم که امر بالمعروف در آنجا باشد، نهی از منکر بوده باشد، اقامه نماز باشد، دادن زکات باشد، در اون صورت ما او را یک مجتمع اسلامی میگوییم. یک مجتمعی که دو نه دادن زکات باشد، نه برپا کردن نماز باشد، نه امر بالمعروف باشد، نهی از منکر باشد و مجتمع را ما مجتمع اسلامی گفته نمیتوانیم. و همچنین زکات یک صفتی از صفات مؤمنین است که توسط این صفت یا با واسطه این صفت میتونن که از خود جنت الفردوس که اعلی ترین مرتبه جنت است او را از آن خود کنن. یا دادن زکات یک سببی از اسباب این است که الله متعال به سبب ازی بنده مسلمان را جنت الفردوس که اعلی ترین مرتبه جنت است او را نصیب این شخص مسلمان بگرداند. الله متعال در سوره مؤمنین ویژگی های انسان مسلمان را بیان میکند که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و در ادامه میفرماید که والذین هم للزکات فاعلون که انسان مؤمن مسلمان دارای ویژگی ها و صفات است. از جمله صفاتش این است که همیشه زکات را میپردازد، زکات مال خود را میپردازد. بعد از او در آخر آیات خداوند متعال میفرماید که اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. کسانی که دارای این ویژگی ها هستند که نماز میخوانند و زکات میدهند، اینها هستند که میراث بر جنت الفردوس هستند که اعلی ترین مرتبه جنت هستند و در این جنت خالدون و همیشه هستند. که الله متعال این ویژگی را نصیب ما و شما گرداند.
و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه خدمت شما عزیزان ادامه این مطلب را در روشنایی آیات و احادیث گهربار بیان خواهم کرد. با ما باشید. القرآن حیات. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای فالگیری پلیدند و از عمل شیطان می باشند. پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. همانا شیطان می خواهد با شراب و قمار در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الله و از نماز باز دارد. پس آیا دست می کشید؟ نور فی الظلمات امسی فی خلواتی يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترامات مجدد خدمت شما عزیزان هستم. قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم که زکات رکن سومی از ارکان اسلام است و جایگاه و فضیلت زیادی در شریعت اسلام دارد که تعدادی از این فضایل و ویژگی های را خدمت شما بیان کردم و همچنین از آنچه که دلالت بر فضیلت و مکانت این رکنی از ارکان اسلام در شریعت اسلامی هست، دلالت بر فضیلت و مکانتی از او میکند، این است که الله متعال در قرآن کریم کسانی که موصوف با این صفات بودند، کسانی که زکات میدادند، آنها را مورد مدح و ستایش قرار داده، همچنان که در وصف نبی الله اسماعیل علیه السلام میفرماید و کان یأمر اهله بالصلاة والزکات و کان عند ربه مرضیا. اسماعیل علیه السلام کسی بود که همیشه اهل و عیال خود را به خواندن نماز و به دادن زکات امر میکرد و این شخص با کردن این کار مورد ستایش پروردگار خود قرار گرفت و کان عند ربه مرضیا، در نزد پروردگار شایسته بود. شایستگی خود را به این کسب کرد، به این به دست آورد که اهل خود را به ادا کردن نماز و به دادن زکات همیشه امر میکرد. و همچنین آنچه که دلالت به مکانت و فضیلت این رکن میکند این است که همچنان که زکات بر بالای امتی اسلامی در شریعت اسلام فرض گردانده شده، در امتهای سابق هم این یک امر مفروضه بر بالای آنها بود و بر بالای آنها هم فرض و واجب بود که زکات اموال خود را بدهند. الله متعال میفرماید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، که ما از بنی اسرائیل عهد و میثاق گرفتیم که این کارها را انجام بدن که غیر از خدا کسی دیگری را نپرستند و پدر مادر خود نیکی کنند. و بعد از او در ادامه میفرماید که و اقیم الصلاة و آت زکات، از آنها ما عهد میثاق گرفتیم که نماز را برپا کنند و زکات را بدهند. و همچنین در آیه دیگری الله متعال میفرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. ما بر امتهای سابقه وحی کردیم. چرا وحی کردیم؟ فعل الخیرات و اقام الصلاة، کردن کارهای نیک را و ادا کردن نماز را، برپا کردن نماز را و دادن زکات را، و کانوا لنا عابدین، آنها
فقط ما را عبادت میکردند. پس این معلوم شد که همچنانه که در شریعت اسلامی این یک رکن از ارکان شریعت اسلامی هست و واجب هست، در شریعت های سابق هم دادن زکات و خواندن نماز امری واجبی بوده است. و همچنین آنچه که دلالت بر مکانت و فضیلت این رکن میکند این است که ترک کردن این رکن یک صفتی از صفات مشرکین است، همچنانه که بجا آوردن این رکن دادن زکات صفتی از صفات مؤمن است، دلالت بر ایمان شخص میکند. و کسی که مال دارد حقی از او را نمیدهد، زکاتی از او را نمیدهد، این صفت از صفات مشرکین است. الله متعال میفرماد ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرة کافرون. ویل و هلاکت باد بر مشرکین، کسانی که لا یؤتون الزکات، زکات اموال خود را نمیدهند، و هم بالآخرة کافرون، و بر آخرت هم منکر هستند و کافر بر روز آخرت هستند و زکات اموال خود را نمیدهند. پس معنا و مفهوم این حدیث این است که کسی که ایمان به روز آخرت دارد، ایمان به الله متعال دارد، باید زکات اموال خود را بپردازد. و کسی که زکات اموال خود را نمیپردازد به ایمانا که ایمان به خدا و ایمان به روز آخرت ندارد، چون اگر ایمانی قوی داشته باشد ایمانی از او را وادار به این میکند که باید زکات اموال خود را بدهد. و همچنین آنچه که دلالت به اهمیت این رکن میکند در شریعت اسلامی و این است که کسی که زکات اموال خود را نمیدهد او به خاطر گرفتن این حق، به خاطر ولی امر مسلمان ها یا خلیفه مسلمان ها به خاطر گرفتن این حق دارد که با او بجنگد، همچنانه که حضرت ابوبکر این کار را انجام دادند. و حدیثی از عبدالله بن عمر روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله. ما امر شدم که با مردم بجنگم تا چه وقت؟ تا که گواهی بدن که هیچ معبودی بر حق جز الله نیست، تا که کلمه طیبه بخوانند. و بعد از او در ادامه حدیث میفرماید که فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحقها، یعنی گفتن که حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و انی رسول الله و ان یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات، تا که گواهی بدن که غیر از خدا دیگه خدایی نیست، هیچ معبودی بر حق غیر از الله متعال نیست، و نماز بخوانند و زکات بدهند. وقت این کارها را کردن، کلمه شهادت را خواندن، نماز را برپا کردن، زکات دادن، در او صورت فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وقت این کارها را کردن آنها خونهای خود را معصوم میکنن. تا اگر نماز نخوانند، زکات ندهند، کلمه توحید نخوانند، آنها مباح دم هستند، با آنها جنگیده می شود. وقتی کلمه توحید خواندن، نماز را برپا کردن، زکات را دادن، در او صورت آنها میتونند که خونهای خود را حفظ کنند و با آنها دیگر جنگیده نشود. و همچنین آنچه که دلالت بر جایگاه و مکانت این رکن میکند این است که تارک زکات یا ترک کردن زکات، ندادن زکات سبب دخول جهنم میگردد. کسی که با وجودی که مسلمان هست و الله متعال نعمت مال را بر او فراوان گردانیده و برای از او مال داده، باز هم حق این مال را نمیدهد، زکات این مال را نمیدهد، این سبب از این میشود که در روز قیامت الله متعال او را در عذاب جهنم بسوزاند. الله متعال میفرماید والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. کسانی که طلا و نقره خود را، اموال خود را کنز میکنند و کنز کردن طلا و نقره این است که همچنان که مفسرین میفرمایند، عبدالله بن عباس میفرماید این است که حقی از او داده نشود. وقتی که حق مال را دادی دیگه او از کنز گفته نمی شود. کنز در وقتی گفته می شود که حق از او را ندهی، زکات از او را ندهی. کسانی که کنز میکنن طلا و نقره خود را، اموال خود را و حق از او را برای فقرا و مسکین نمیدهند، فبشرهم بعذاب علیم، تو اونها را بشارت به عذاب درناک بده که سبب عظیم می شود که الله متعال آنها را در روز قیامت عذاب بکند. و الله متعال ما و شما را از عذاب خود نجات بدهد و توفیق بدهد که کسایی که مال دارند حق این مال را بدهند. اما اینکه دوستان عزیز حکمت از مشروعیت این چه بوده در شریعت اسلامی؟ شریعت اسلامی چرا این رکن از ارکان اسلام را، چرا زکات را رکنی از ارکان اسلام، از یکی از اساسیات اسلام قرار داده و چرا این را مشروع قرار داده؟ اول این است که باید این که به خاطر ازی بوده که انسان باید همیشه حاکم بر بالای مال بوده باشه، نه اینکه مال بر بالای ازی حاکم بوده باشه.
انسان باید خود را سید مال قرار بدهد، سرور و سردار مال قرار بدهد، نه اینکه خود را غلام مال و غلام دنیا قرار بدهد و دنیا و مال را حاکم بر خود قرار بدهد. وقتی که تو زکات مال میدهی به این معنی که تو بر بالای مال خود مسلط هستی و تو سید و سرور مالت هستی و میتونی که در مال خود خوب تصرف کنی. اما وقتی که زکات مال خود را ندادی، بخل و بخالت تو را مانع از دادن زکات شد، به این معنی که تو عبد و غلام مال هستی و مال و دنیا سید و سرور بر بالای تو هست. و همچنین حکمت دوم از حکمت های زکات این است که به خاطر تطهیر و پاکی نفس انسان، خدا متعال میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. ای پیغمبر تو از مال مسلمان ها زکات را بگی تا که گرفتن این زکات سبب ازی شود که آنها پاک شوند و از چتلی های گناه، از چتلی های بخل و بخالت نفس از آنها پاک شود به دادن زکات. و همچنین حکمت دیگری از حکمت های زکات این است که دادن زکات سبب نمو و برکت و زیادت در مال می شود، که بعد از همون خاطر زکات را زکات گفته شده، به خاطر که مال را زیاد میکند، در مال برکت می اندازد و مال را از چتلی ها و از غش و از دروغی که انسان در تجارت خود میگوید خدا ناخواسته، یا اینکه کلام غلطی و اشتباهی در تجارت خود میکند، از او زکات مال را پاک میکند. همچنانه که در حدیث شریف است که ما نقص مال من صدقه، مال هیچ وقت از صدقه کم نمیشه، صدقه هیچ وقت مال را کم نمیکند، بلکه بالعکس در مال برکت می اندازد و در مال زیادتی و می افزوند. و همچنین از حکمت های زکات در شریعت اسلامی این است که تا که مجتمع اسلامی از نگاه مادی و از نگاه معنوی یک مجتمعی بوده باشد که هم از نگاه مادی و هم از نگاه معنوی اصلاح بیابد، یعنی هم ما از نگاه مادی یک مجتمع والا و خوب بوده باشد و هم از نگاه معنوی، چون با دادن زکات میشه که فقرا حالت مادیشون خوب شود و همچنین از نگاه معنوی یک محبت و یک اخا و برادری در بین فقرا و در بین مساکین و اغنیا پیدا می شود که مجتمع اسلامی هم از نگاه مادی اصلاح می شود و هم از نگاه معنوی. و همچنین با دادن زکات اسلام انسان مسلمان به کمال می رسد، به درجه کمال می رسد. اگر انسان مسلمان با وجودی خود را مسلمان می گوید زکات مال خود را نمی دهد، به این معنی که اسلامی از او ناقص است. وقتی که زکات مال خود را داد و اسلامی از او به اتمام و به کمال می رسد. همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. مؤمن کامل شدن نمیتواند تا یکی از شما تا که برای خود آنچه میپسند که برای برادر خود آنچه میپسند که برای خود میپسندد. تو برای خود میپسندی که خوب بخوری، خوب بنوشی و پیسه داشته باشی، همچنین برای برادر خود باید امیر را بپسندی و برادرت که فقیر و مسکین است باید از مالت یک چیزی برای او بدهی که او هم بتواند که عیاشه خود و عیال خود را به طور خوب بگذراند. و همچنین از حکمت های زکات این است که زکات سبب عظیم می شود که انسان مسلمان از گرمی روز قیامت نجات بیابد. همچنانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند کل امرئ فی ظل صدقته، در روز قیامت هر انسان در سایه صدقه ایش است. صدقه‌ای که در دنیا داده در روز قیامت که سخت‌ترین روز است و آفتاب مقدار یک نظر پایان می شود و هر کس را به اندازه گناهی کرده عرق می گیرد، در او روز صدقه انسان، زکات انسان و صدقه نفلی از او سبب عظیم می شود که در بالای از او سایه کند و در سایه صدقه خود روز قیامت را بگذراند. و همچنین در حدیث متفق علیه است که سبعة یظلهم الله فی ظله، که در روز قیامت 7 شخص را الله متعال در سایه عرش خود نگاه میکند. در روز سختی و دشواری، در روزی که هر کس در جان غم خود است، 7 شخص را الله متعال در سایه عرش خود نگاه میکند. یکی از این اشخاص در این حدیث آمده که این است که رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت یمینه. شخصی که صدقه بدهد، صدقه سر بدهد تا که
به دست راست خود میدهد حتی دست چپش هم خبر نشود، خفیه به فقرا و مساکین صدقه بدهد، این شخص در روز قیامت در سایه عرش الله متعال می باشد. و همچنین حکمت دیگری از حکمت‌های زکات این است که دادن زکات سبب نزول خیرات و باران و رحمت الهی است و همچنان که ندادن زکات سبب قطع شدن باران و سبب قطع شدن خیرات الله متعال می گردد. همچنان که در حدیث شریف است که ما منع قوم زکات اموالهم الا منعوا القطر من السماء، هیچ قومی زکات مال خود را منع نمیکنند مگر اینکه الله متعال باراندن آسمان را بر بالای از آنها قطع میکند. ندادن زکات سبب از این میشود که باران نبارد و زمین گیاه و غلجات خود را نرویاند و قحطسالی و خشکسالی بیاید و دادن زکات سبب از این میشود که باران بیاید و رحمت الله متعال رحمت خود را بر بالای مسلمان ها نازل کند و زمین دوباره زنده شود و گیاهای خود را و غلجات خود را برویاند و مردم سیر و پر گردند. و همچنین جمله حکمت های زکات در شریعت اسلامی این است که زکات سبب عزیز که انسان را از غضب الله متعال نجات میدهد و همچنین زکات از مردن بد انسان را نجات میدهد. همچنان که در حدیث شریف است که الصدقه تطفئ غضب الرب و تدفع میتة السوء، صدقه و زکات سبب عظیم می شود که انسان را از غضب الهی از غضب الله متعال نجات می دهد و همچنین از مردن بد او را نجات می دهد و الله متعال به سبب زکات حسن خاتمه برای از او نصیب می کند. و همچنین حکمت از جمله حکمت های زکات این است که زکات سبب بخشش گناه ها می گردد، که سبب زکات است که انسان وقتی که زکات اموال خود را میدهد به خاطر دادن زکات الله متعال گناههای از او را میبخشد. الصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار، حدیث شریف از رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند که زکات گناه ها را دور میکند همچنان که آب آتش را دور میکند یا آتش را از بین میبرد، محو میکند. وقتی که بر بالای آتش آب انداخته می شود آتش میمرد، دیگر آتشی نمیماند. همچنان وقتی که انسان زکات میدهد این زکات گناه های انسان را از بین میبرد، گناه های انسان را میمراند، دیگر برای انسان گناهی نمیماند. و الله متعال برای ما و شما همه مسلمان ها توفیق نصیب کند که کسایی که الله متعال برای از اونها نعمت مال را نصیب کرده حق ایمان را حق ایمان را بدهند به فقرا و مساکین تا که شمول رحمت الله متعال گردند و تا که جناتی که عرضها که عرض السماء و الارض که خداوند برای اونها وعده کرده این جنت نصیب آنها گردد و از غضب الهی نجات یابند. و در اینجا وقتی برنامه ما به پایان رسیده، تا به قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.